در مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان ساختمان دو راهی ماشینگرد آغاز یافت که همچون راهی حل در بحث مرزی دو کشور ارزیابی می شود. ساختمان راه فقط در آن منطقه های صورت می گیرد که منسوبیت آن به این و یا آن کشور مورد بحث نیست. سال روان بحث های مرزی میانی تاجیکستان و قرقیزستان باعث فوت حداقل 3 شهروند تاجیکستان گردیده، چند تن دیگر از هر دو جانب مجروح شدند. در کابل یک وکیل مردمی افغان از سازمان ملل متحد خواست که دخالت نموده به پرتاب موشک‌ها از قلمرو پاکستان خاتمه بخشد. این وکیل مردمی تخمیناً 2000 امضا جمع کرده به سازمان ملل متحد تسلیم کرده است. با گفت این سیاستمدار، اداره سازمان ملل متحد در افغانستان به او وعده داده است که این قضیه را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح می‌کند. در اسلام آباد پاکستان روز پنجشنبه اعتراضگران از باران‌های شدید پنهان شدند. اعتراض پیروان عمران خان و طاهر القدری از 15 آگوست به این طرف ادامه دارد و این بار اول است که اعتراضگران در خیمه‌ها منتظر قطع باران میباشند. آنها میگویند سروزیر کشور نواز شریف در انتخابات عمومی سال گذشته به تقلب راه داده است و از این رو باید به استعفا رود. در الماتای قزاقستان پلیس به تاجران امکان نداد که به بخش زیر آتش مانده یک بازار وارد شوند. سال گذشته در این بازار سرخریدار چند دفعه سوختار به عمل آمده بود. مقامات سبب سوختار اخیر را تحقیق دارند.